خب برای بچه سلام، منم داشتون دیت بول که اومدم مارول الان رو خلاصه کنم. واقعا نمیشه چیز دربارش گفت در مورد مارول الان و با این وضعیتی که توش هستن. خب تنها چیزی که میتونم بگم با این کارگردان فیلم جدید مارول دومزده یعنی انتقام جان دومزده ریدن. خب از اونجا که معلومه قراره که کارگردان این فیلم سینمایی شاهکار این داداشمون باشه. حاجی خدایی نگاش کن، من نمیدونم چطوری روش شده اون قیافه بیاد بگه من کارگردانم. من فقط دارم الان فشار میخورم. ببین کارگردان ها اصلا پولکی نیستن، بگن اینو ما میخوایم پول بدن. کارگردان ها ماشالله اصفهانی 10,000 تومان بهشون بدی خدا وکیل قبول میکنن همچین فیلم افتضاحی بسازن. وقتی هم به مارول چیزی میگی انگار داری با دیوار محلتون حرف میزنی و اون وقت کپی رایت هم میاد میگه بیا یه بیلاخ طلایی هم بهت نشون میده، یه شیک هم واسط میزنه بندری برقصی. و فیلم شیهالک هم که همین چند سال پیش اومده بود واقعا خراب کرد. فکر کن تو وسط فیلم بیای همون لحظه جلوی کل مردم شیک بزنی. و در ضمن یه چیزی، فقط من حق دارم که دیوار 4 رو بشکنم، فهمیدی؟ نه تو شیهالک.